به نام خداوند بخشاینده مهربان. امروز خواستیم که در اطراف اون مسئله که بسیار داغ روز است و اونم باشد بسیار به چشم میرسد، پاشخوری عائله ها. و ببینیم که برای پاشخوری عائله ها چندین عامل و سبب های وجود دارند که امروز متاسفانه برخی از جوان پسرای ما و جوان دخترای ما از به احتیاطی و به احترامی، از به قدری یکدیگر کار میکنند که عائله پاش میخورد، عائله های جوان علل خصوص. که ببینیم که خداوند متعال در کلام آسمانی خود میفرماید و یکی از نشانه و بزرگی پروردگار هم این است که از جنس خود شما برای شما همسرها آفرید. این خطاب بر ما مردها است، تا که در پهلوی اون همسرهایی که خدا از جنس ما آفریده است تا که ما سکونت و آرامش پیدا کنیم و در بین زن و شوهر خداوند یک محبت، الفت، نوازش و رحمت خودش جاری میکند بعد از اونی که نکاح انجام مییابد. و انا همون حالتی که نکاح میشود پیش از نکاح انجام یافتن حتما امروز مراجعت ما هم همین است به والدین محترم از هر دو جانب که برای چی پسر بچه و چی برای دختر بچه هاشون نازکی زندگی را بیاموزانند و آماده کنیم فرزندها را تا که فرزندها در زندگی مستقل باید آماده باشند. و چنانی که گفتیم سبب و عامل های زیاد دارد. امروز ما میخواهیم که از هر دو جانب مثال هایی را بیاریم که برای پاش نخوردن عائله باید که چی پسر بچه و چی دختر بچه باید که سعی و کوشش کنند تا که عائله سالم بماند. و گفتیم که خداوند در این آیه مبارکه ما شما را خبر میدهد که از جنس خودتان برای شما را همسرها آفریدیم و این همسرها در نوبت خود هم امانت هستند و هم نعمت پروردگار است. و نعمت پروردگار بودنش همین است که در پهلوی آنها خداوند ما شما را خبر داد که در پهلوی آنها شما سکونت و آرامش پیدا میکنین، همون حالی که اگر زندگی با یک مهر، محبت و یکدیگر فهمی باشد. و امروز میخواستم بسیاری از جوان پسرهایی که ازدواج میکنند یا که در حال ازدواج قرار دارند و یا اینکه عائله بنیاد کردن، البته را که اون حق و حقوق هایی که شریعت معین کرده است چه از نگاه قرآن و چه از نگاه سنت و مذهب باید که پسر بچه های ما رعایت کنند. چنانی که گفتیم این همسرها به حیث امانت و نعمت پروردگار هستند. ببینید که حضرت علی رضی الله تعالی عنه روایت میکند که در زمان آخرین لحظه های عمر پیامبر گرامی ما و شما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آخرین لحظه حیاتشان چندین مسئله را تاکید کردند و یکمین مسئله که تاکید گشته بود از جانب پیامبر این همون مسئله بود که امت مرا در مسئله نماز تاکید کنین. و دوم مسئله که تاکید کردن در آخرین لحظه های عمر خود پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که امت مرا در مسئله زیردستا یعنی که همسرهای خود تاکید کنین که نسبت همسرها ظالم نباشند، نسبت همسرها مهر و محبت داشته باشند، نسبت همسرها حق و حقوق همسرها را رعایت کنند. و ببینید که در حدیث ها بسیار تاکید شده است و در یکی از حدیث ها آمده است که از مسلمانان کسی ایمانش کامل تر است که اخلاق خوب داشته باشد و مخصوصا مردی که با اخلاق خوب و محبت آمیز با همسر خود زندگی میکند، معامله میکند، زندگیش برقرار میسازد. از این گفته های پیامبر چنین برمیآید که یکی از سبب های کامل شدن و پره شدن ایمان انسان این اخلاق حمیده است و همزمان مخصوصا اون مردی که با اخلاق خوب و اخلاق محبت آمیز با همسر خود رفتار داشته باشد، معامله داشته باشد. و یا ببینید در دیگر جا آمده است که بهترین شما همون نفری است که بهترین معامله را با همسرش داشته باشد. یعنی که پیامبر عزیز ما و شما نگفتند که بهترین شما همون نفری است که دارای خانه های چند آشیانه باشد یا که دارای قد بلند و سفید پوست باشد، نگفتند.
صفت نکردند. صفت مرد بهترین در حدیث بیان کردند که مرد بهترین همون نفری است که با همسر با عائله خود در بهترین معامله قرار دارند. و گفتم پیامبر خدا در دوام حدیث که و من بهترین معامله با همسرم دارم. برای ما و شما امروز جوانای محترم یک دستور عمل است اون گفته هایی که در قرآن درج شده است و اون گفته هایی که در حدیث آمده است ما باید چیکار کنیم؟ باید که عملی کنیم و برای پاش نخوردن و برای عائله ما سالم ماندن باید که کوشش و غیرت خودمان دریغ نداریم. و البته که والدین محترم هم در این مسئله باید که به نظارت نگذاریم، علل خصوص اون عائله های جوانی که الحال قدم های نخستین خود در راه زندگی میگذارند. البته از جانب والدین که والدین محترم که باز هم از روی تجربه روزگار و زندگی بسیار با تجربه هستند، پدر و مادرای محترم، امروز ما و شما را میسازد و وظیفه دار هستیم تا که نسبت فرزندامون به اهمیت و به تفاوت نباشیم و نظارت کنیم که در بین جوان ها باز هم از روی تجربه روزگار و زندگی بسیار با تجربه هستند. پدر و مادرای محترم، امروز ما و شما را میسازد و وظیفه دار هستیم تا که نسبت فرزندامون به اهمیت و به تفاوت نباشیم و نظارت کنیم که در بین جوان ها یک دیگر فهمی باشد. و چنانکه که گفتیم عامل و سبب های زیاد دارد مسئله پاشخوری. یکیش اگر کمبودی از جانب پسر بچه ها باشد و دیگرش از جانب دختر بچه ها هم به چشم میرسد. و دخترای ما هم امروز باید که پیش از اونی که عائله بنیاد میکنن برپا میسازند باید که آماده باشند، معرفت عائله داری را خوب درک کنند که بسیار جای تشویش است. امروز بینید که چقدر عائله های جوان از یکدیگر جدا می شوند از روی اندک کاری که نافهمایی که در بین دو جوان به وقوع می پیوندد که پیامبر خدا در حدیثشان می فرمایند که بهترین همسر دارای چندین صفت ها هست و یکی از صفت های بهترین همسر پیامبر عزیز ما و شما در حدیث می فرمایند که همون همسری که شوهر به دیدن همسر در قلبش شادی و سرور پیدا شود یکمین نشانه همسر بهترین است. یعنی که همسر باید اسباب خوشحالی شوهر باشد، با یک زبانی پاک، با یک نگاهی پرمهر، با تبسم شوهر باید که وقتی که از کار برمیگردد باید استقبال کند. یکم صفت همسر بهترین پیامبر خدا گفتند که همون همسری است که اسباب خوشحالی شوهر باشد. نگفتند اون همسری که قد بلند دارد یا که چهره سفید پوست است یا که دارای لباسهای رنگارنگ است، نگفتند. و دوم صفت همسر بهترین پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث بیان کردند که و هر وقت که یک کاری را شوهر امر میکند باید که همسر لب گفته در خدمت شوهر باید که قرار داشته باشد. و دیگر صفت همسر بهترین همین است که هر وقت که شوهر از خانه بیرون می شود همسر وظیفه دار است که مال شوهر، خانه شوهر و خودش از نظر نامحرم محافظت کند. پس همین که باشد خواهرای ارجمند، دخترای عزیز، امروز ما همچون به حیث یک خادم مراجعت و خطاب به سوی شما است که پیش از اونی که عائله بنیاد میکنین کوشش کنیم که برای آن همون معرفت عائله داری را دانستن باید که ما آماده باشیم. پیش از اونی که والدین محترم برای فرزندهامون تمامی جهاز روزگار را خریداری میکنیم برای آبادی و خرسندیشون، ما پیش از اون باید که معرفت عائله داری را برای فرزندهامون بیاموزانیم که شوهر جایگاه خودش دارد در شریعت در زندگی و همسر هم جایگاه معین خودش دارد در زندگی. و چنانی که گفتیم در شریعت معین و مقرر شده است اون حق و حقوق ها و البته همیشه شوهر وقتی که به یک کار سرگرم کار است، کسب و کار دارد و دریافت نفقه که بر ذمه شوهر هست، امروز بسیار میخواستم که
ана ҳамон ҳамсаро, ана ҳамон хоҳарҳои мо ва духтарои мо нисбати шавҳарҳо бо меҳр бошанд. вақто ки шавҳар аз кор бармегардад дар ҳоли хаста шудааст, шарт нест ки чӣ кор кунанд, шавҳарҳоро ҳамсаро асабонӣ кунанд. ва бинем ки барои ҳамсара соҳиби дараҷоту фазилат шиданаш бисёр ҳам роҳи осон аст. агар имрӯз садои моро кадом модаре мешнавад, кадом хоҳаре мешнавад, шумо яқин будонед ки барои соҳиби дараҷот шидан дар рӯзи қиёмат яке аз роҳҳои осон баъд аз ибодати Парвардигор, баъд аз намозу рӯза, ин ризомандии шавҳар аст ки аз дил хоҳ модару ҳамсаре ки шавҳар розӣ мешавад, дар рӯзи қиёмат барои ин модар, барои ин ҳамсар гуфта мешавад ки дохили ҷаннат шав, аз 8 дари ҷаннат, аз кадом даре ки мехоҳӣ. пас модарои азиз, хоҳарои гиромӣ, вақте ки ин қадар соҳиби дараҷот шудани модару ҳамсарҳо осон бошад, яъне ки ба итоати шавҳар, ҳатман мову шумо бояд ки имрӯз кӯшиш кунем ки ҳамон хоҳарои мову шумо, ҳамсарои мову шумо итоати шавҳарҳоро дошта бошанд, ки итоати шавҳар ҳам дар дунё барои манфиату фоидаи ин ҳамсарҳо аст ва ҳам дар рӯзи қиёмат, ки бинем ки чӣ қадар дараҷоту фазилат барои он ҳамсаре ваъда шудааст ки баъд аз ибодати Парвардигор, яъне ки намозу рӯзаро анҷом додан, вақте ки шавҳар розӣ бошад ва ҳамин ҳамсар аз дунё вақте ки мегзараду шавҳар аз ин розӣ аст, ё ки шавҳар дар ҳоле аз дунё мегзарад ки аз ҳамсараш розӣ ҳаст, барои ин ҳамсар албатта ки ин фазилату дараҷот арзонӣ дода мешавад. пас дар охири суҳбатмон ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки хоҳарои азиз, модарои арҷуманд, имрӯз волидайни бузургвор, имрӯз мо шумо ҳамагӣ баҳри беҳбуд ва баҳри ободии фарзандомон, оилаи солим бунёд кардани фарзандомон бояд ки хидмати худмона дариғ надорем ва чуноне ки гуфтем аз китоби осмонии Қуръон ва аз гуфтаҳои паёмбари Худо имрӯз мо фарзандоро огоҳ кунем, таълим бидиҳем ва омода кунем